خب سلام، با یه ویدیو دیگه از وار تاندر اومدیم. این ویدیو جنبه آموزشی داره بیشتر برای کسایی که تازه میان تو وار تاندر و بلد نیستن بازیو، که یک سری نکات پایه رو بگیم. خب شروع کنیم. اول که وارد اه، منو اصلی میشین، اینجا اسمش هنگره. وارد هنگر میشین، یه سری چیز عجیب میبینین، مثلا این چیه، این چیه، اینا چی ان، به چه درد میخورن، پلیر کارت چیه، این چیه، اینا چی ان. خب اینا رو دونه دونه توضیح میدم. اول با این پایین شروع میکنیم که مهمترین بخش تقریبا این پایینه. شما داخل این پایین یه چند تا کشور میبینید و یه دونه دکمه که بزنید که تب ریسرچ که اسمش ریسرچه باز بشه میزنیم. خب یه نمودار درختی باز میشه. وسایلیه که شما گرفتین یا دارین ریسرچ میکنین. برای مثال من الان اینجا روسیه هم تکمیله، ولی آلمان هم نه، تکمیل نیست، کامل نیست، کلا نصفش هست، کمتر از نصف، چون این خط رو ندارم. یا مثلا تو آمریکا وضعیت کلا فرق داره، آمریکا هیچ من نه. ولی یه نکته که هست، این بالا دوباره ما چند تا گزینه دیگه میبینیم، مثل هلیکوپتر، ایوییشن و این دوتا که کشتی و قایق. هلیکوپتر رو که میایم دوباره مثل تانک، و همینطور ایوییشن هم که هواپیماست، طور که میبینید فرقی نمیکنه. این هم که کشتیه و قایق. و حالا نکته بعدی چیه؟ مثلا من الان تو آمریکا مثال بزنم که هیچی ندارم. برای مثال من الان میخوام این تانک M22 رو بگیرم. کنارش اولا عکس یه لامپه، این لامپ کوچولوه. این یعنی ریسرچ. این تعدادیه که من باید لامپ بگیرم در پایان هر دست تا بتونم مثلا این تانکو M22 رو بگیرم. بعد از اینکه این ریسرچ تکمیل شد، یه نوشته مثلا اینجوری میاد که میگه خب حالا باید اینا بدی، حالا اینا چیه، به اونم میرسیم. بعد از اینکه این پول رو دادین، یه دوباره یه همچین نوشته ای میاد که بعد برای کرو مشخص کنیم. اینا در واقع جاهای کرو شما هستن، جاهایی که میتونین خدمتون، تانکای مورد نظرتون رو بذارین که تا یه جایی با سیلور لایون میشه خریدشون، بعدش باید با گلدن گیت که واحد پول خریدنی بگیرین. و راستی سیلور لایون هم واحد پول بازیه و گلدن ایگل واحد پول پرمیوم بازیه که خیلی کارهای بیشتری میشه باش کرد. و خب ادامه بدیم. و شما وقتی این وسیله رو گرفتین میتونین دیگه باش بازی کنین دیگه. حالا این لامپ بزرگه چیه؟ این لامپ بزرگه حالا وابسته به چیزی که دارین باز میکنین فرق داره. مثلا الان این دیدین 50% بود، اولی 25% بود، این یکی میگه تا 28 روز دیگه اصلا نداره، نمیدونم دیگه. خلاصه عدد مختلفی رو نشون میده. اینا چیان؟ مثلا الان اینم داره، اینم 50%. اینا چیان؟ این الان 100%، رنکش بالاتر 100%. اینا دوباره همون ریسرچه. الان این داره به ما میگه که به ازای هر 5 تا دستی که شما در روز بازی کنی، از ساعت 3 صبح تا 3 صبح بعدی، و با توجه به رنک، اگر رنک 1 تا آیوی باشه 25%، رنک وی 50%، وی آی 75، وی آی آی تا وی آی 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 100% بوست میکنه شما رو تو 5 مچ فقط. و همین، خیلی چیز پیچیده ای نیست، خیلی راحته. حالا رنک بندی. وار تاندر یه سری بتل ریت داره که زیر تانکا نوشته که با توجه به این بتل ریت رنک بندی میشه بازی شما. الان مثلا من اینجا تانک 2 بردارم، اینجا تایگر جلو من نمیفته، یه تیزد آیوی که دوباره رنکش 2 جلو من میفته. اما اینجا یه اشتباهی که وجود داره، این اسمش بتل ریت راستی. یه اشتباهی که وجود داره، بعضیا فکر میکنن اگه رنکو ببینید، آخه این بغل نوشته رنک. مثلا من اگه بیام تو رنک 1 به عنوان مثال این تانکو بگیرم، چیزی که جلو میفته ریتش پایین تره. مثلا اینجا BTF میفته. خب آره درسته، BTF ممکنه بیفته،
ولی به همون ترتیب ممکنه که تی 34 هم بیفته جلو شما. تی 34 چیه؟ یعنی هم ممکنه بالا بیفته هم ممکنه پایین بیفته. اصولا رنگ مهم نیست و بتل ریت مهمتره. اما حواستون به یه چیزی هم باشه. الان شما یه نگاه به اینجا بندازین. الان برای مثال من رنگ یک آمریکا رو ندارم. الان من M22 رو بگیرم نمیتونم M30 یا M16 رو بگیرم. چرا؟ دلیلش اینه که حتما باید 6 وسیله از رنگ یک رو بگیرم تا بعد بتونم برم وسیله رنگ بعدی میگم. یعنی بتل ریت مهم هست که شما چی میخوای بازی کنی، ولی رنگ هم باید حواستون باشه. چون مثلا اگه شما الان این 5 خط تا نیاریم بالا، مثلا 2 خط رو بیاریم بالا، مثلا چه اینجا شاید گیر کنی. مثلا اگه این 2 تا خط رو آورده باشین اینجا میشه 1 2 3 4 5 اینجا گیر میکنه. مثلا اگه از اینجا بتونین رد چین، البته بازم فکر نکنم بشه، نه نمیشه. خلاصه که شما اگه 5 خط بیاین که خیلی خوبه، ولی خب کارتون کمی گیر میکنه و کلا ریسرچ بازی همین جوریه. ما یه واحد پول بازی هم داریم که گفتم یکم پیش توضیح دادم. و اما نکته بعدی، شما برای اینکه تانک رو بخواید ریسرچ کنین این باید تانک بازی کنه. برای اینکه هواپیما رو ریسرچ کنین باید هواپیما ریسرچ کنین. کشتی هم همینطور، ولی هلیکوپتر یه استثناء. هلیکوپتر رو شما میتونید با هلیکوپتر ریسرچ کنید داخل مچ هلیکوپتر. اما اگه این گزینه که حالا این تخفیف اومده نمیذاره ما درست ببینیمش رو بزنین، اینو براتون مینویسه. البته بعد از اینکه هلیکوپتر رو گرفتید اینو که بزنین ریسرچتون میره رو هلیکوپتر. الان شما با تانک بازی کردن میتونین همزمان هلیکوپتر هم ببرین بالا. این نکته جالبی بود گفتم بگم حتما. و اینکه بازی به صورت خلاصه 6 مود داره. شما اول که میرین تو بازی 6 مود نداره، 3 مود داره. خب فکر کنم البته شاید هم یک. 3 تا اولی آرکید، ببخشید اشتباه شد. 9 تا گیم مود داره. 3 تا اولی آرکید، 3 تا دومی ریالستیک، 3 تا بعدی هم سیمولیتور. داخل این 3 تا کاتگوری بقیه مودها هم جا میگیرن. آرکید که خب از اسمش هم پیداست کمی واقعی نیست. تانک‌ها سریعن، دشمن رو بهتون نشون میدن. 3 تا تانک میتونین بیارین. این که از کجا گولتون نفوذ میده رو میتونه بهتون بگه همون لحظه با یه فلش سبز رنگ بهتون میگه از کجا نفوذ میخوره از کجا نفوذ نمیخوره. و همه چی کمی غیر واقعیه. مثلا میتونین یهو وسط کار هواپیما بیارین اما نمیتونین هواپیمای خودت استفاده کنین. خلاص مود هواپیماش کلا هواپیماست و کشتیش هم کلا کشتیه. البته این نکته که کشتی تانکش دارن اینه که شما میتونید همزمان باش هواپیما هم استفاده کنید. تو مچ خودش بهتون هواپیما میتونه به صورت رندوم بده. مودای بعدی ریالستیکه. گراند ریالستیک، نووال ریالستیک و ایر ریالستیک. خب اینا واقعی ترن. برای مثال داخل گراند ریالستیک که اصلی ترین مود تانک بازیه، خب به شما نمیگه دشمن کجاست، به شما نمیگه از کجا نفوذ میخوره، تانکاتون کندتره و بیشتر از 3 تا تانک میتونین بیارین و البته هواپیماهایی هم که دلتون میخواد میتونین بیارین. از این طرفی هم ریت داخل این مودها فرق داره. حواستون به این قضیه هم باشه. فرق گیم مود آرکید و ریالستیک در حدی زیاده که شما الان من بیام مثلا براتون مثال بزنم. الان ما اینجا تی 80 بی وی ام داریم. حالا بعداً به اینکه اینا چیان هم میرسیم. ولی این میبینید دیگه 1250 اسب بخار موتورش قدرت داره. حالا اگه من همین رو بعداً بذارم آرکید میشه 2385. پس این فرق رو دست کم نگیرین، خیلی فرق زیاده و از این طرف ریالستیک بهتر بهتون میده. کشتیش مثل تانکشه ولی ظرفیت داره، فقط 3 تا کشتی میتونین بیارین. و اینکه هواپیماش که یکی از مودای دوباره مهمه بازی هم هست، خیلی مهمه، اینه که شما یه دونه هواپیما میتونی بیاری، از رو فرودگاه بلند میشی و میری دشمن رو میزنی. اگه هم بمب افکن باشی بعد سری جای مشخص رو بزنی، ولی فقط با یه دونه هواپیما. و مود بعدی که سیمولیتوره. سیمولیتور خب از رو اسمش هم پیداست خیلی واقعیه. شما از دید فرماندهی تانکا کندن، دوست از دشمن نمیتونی تشخیص بدی و بستگی به مهارتت داره.
و یه نکته جالبی هم که داره اینه که تو مود سیمولاتور شما از تو سایت هدفگیری توپچیتون میتونین بازی رو ببینین که نکته جالبیه. دو تا سیمولاتور ما همیشه داریم، یه ریت بالا یه ریت پایین، که طبق وسایلی که خودش گفته فقط شما میتونین بیارین. مثلا من الان نمیتونم تو اینجا مثلا برای مثال لحظه مثلا من نمیتونم تی 3485 خالیو بیارم چون اینجا نگفته، اجازه نمیده. تو ریت بالاش هم همین. و اما هواپیماش نسخه ارتقا یافته سیمولاتور قبلیه، محدودیت نداره ولی خیلی هواپیماش سخته و اگه شما تنظیمات داشته باشین یا از این دست خلبانی نداشته باشین خیلی مود جالبیه. و کشتیش که همون مود سیمولاتور، مود ریالیستیکه، با این فرق که اول شما باید کشتی کروزر اسپان کنید، بعد اسکور بگیریم برای بتل شیپتون و بی نهایت هم میتونید اسپان کنید. یه شوخی که تو وار تاندر وجود داره اینه که تو مچ تانک یک گزینه وجود داره که هست اتک دی پوینت، در صورتی که بازی اتک دی پوینت نداره. اما دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که داخل مود سیمولاتور کشتی ما تا ای پوینت هم داریم. منم گفتم حالا اضافه بر اونا. حالا این هم از مودای بازی. بخش بعدی که خیلی مهمه از نظر من، شما باید تانکی که میخواین بگیرین مطالعهش کنین. حالا یعنی چی؟ مثلا ما اینجا BT 5 داریم، شروع میکنیم BT 5 رنک 1 شوروی، رنک 1 ریت 1، توپ یه دونه تیربار 762 داره، با دونه توپ 45 20 کی میگم اشتباهش. این مهمه. تورت روتیشن اسپید، یعنی این کله تانک شما در هر ثانیه چند درجه به حالا هر سمتش مهم نیست حرکت میکنه. این اولی درجه معمولیه. دومی زمانی که شما کروتون رو خیلی لول اپ میکنین که حالا بعدا به اونم میرسیم حالا یه ویدیو دیگه. و حالا این دوتا، این دوتا خیلی مهمه. چرا؟ چون این منفی درصدیه که لوله شما میاد پایین. یعنی الان لوله این تانک 8 درجه تقریبا اینجوری میاد پایین، حالا اگه درست گفته باشم، و 25 درجه هم میاد بالا، این کم بیشتر میشه اینجوری فکر کنم. این هول آرمور، تورت آرمور و آرمور پنتریشن از دیستنس رو اینا رو ول کنین، اینا بهش درد نمیخورن. حالا بریم جلوتر میفهمیم. تعداد کروهاتون رو می‌نویسه که 3 نفر شما خدمه دارین، که این 3 نفر اگه 2 نفرشون بمیرن شما میمیرین یا اگه بخوره به ماماتتون. وزنتون رو نوشته. خب این خیلی مهم نیست. قدرت موتورتون که الان موتورشون 400 دست بخوره، مکس اسپیدتون و استتار تانکتون. الان این تانک 76% استتار نیست، این در اصل مربوط به اندازه تانک. هرچی تانک بزرگتر باشه این بیشتر میشه. حالا این بخشای پایینی که خیلی مهم. اول با مودیفیکیشن شروع میکنیم. یکی از مهمترین بخش‌های کل بازی وار تاندر. شما اینجا همه چی رو میتونین لول اپ کنین. بذارید یه مثال قشنگتر رو یه تانک مدرن بزنیم، مثلا T80 یا مثلا یه تانک دیگه که لایت تانک باشه و مودیفیکیشن سنگین تری داشته باشه. شما داخل این بخش گوله‌های جدید میگیرین، پهپاد میگیرین، میتونین خدمه اضافه کنین، موتوراتون رو قدرتمندتر کنین، آرتیلری ساپورت بگیرین، لیزر وارنینگ، همه چی میشه داخل این بخش گرفت که خیلی هم مهمه. شما حتما باید اینو حواستون بهش باشه. برگردیم به BT 5 تا در مورد مودیفیکیشن دوباره توضیح بدم. شما برای که مودیفیکیشن یه تانک برین، من برای که از رنک 1 برم رنک 2 میگه دو تا از این، مثلا یه دونه از این مودیفیکیشن ها رو بگیر و کلا اینجوریه. یعنی به شما مثل رنک لول اپ هر کدوم از اینا هم یه کمی ریسرچ میخوان که در کنار ریسرچ میخوان با هم بهتون بازی یه جا این ریسرچ ها رو پرداخت. و حالا گلتون که حالا اینم باز خیلی بخش مهمیه، توی یه ویدیو دیگه حتما بهش اشاره میکنم. حالا بخش بعدی آرمور. این خیلی مهم. وقتی اینو میزنین کمی رنگی میشه تانکتون. بذارین یه تانکی بیارم که کم غلط انداز باشه. برای مثال این تانک
خب الان شما این تانکو که میبینین، یه پلیر نوب میگه خب اوکی دیگه این زراش قرمزه، یعنی اصلا دیگه این ضد گوله خالصه، اصلا هیچ چیش نمیشه. اما نه، یه اشتباه رو نکن. وقتی شما اینجوری میگیرین روی هدف میگم اشتباه شد، روی آرمور یه چند تا چیز براتون مینویسه. اولی ضخامت زرهتونه، دومی انگل یا همون زاویه زرهتونه، ببخشید سومی، و چهارمی هم درصدیه که این زرهتون میتونه گوله رو بگیره. الان اینجا زده 30 میلیمتر که خیلی کمه، خیلی خیلی کمه، ولی شما مثلا لحظه اول شاید بگید او مثلا حالا شاید این 100 میلیمتر جلوش بگیره، که نه، این 32 میلیمتر خیلی کم. دیگه برای جای مختلف فرق داره. مثلا الان نگاه کنین، الان اینجا شد مثبت 80 چون داخل انگل زیاده، داخل 81 درصد 81 درجه است. مثلا الان روی این تانک آیس 1 ببینید نوشته 100 میلیمتر رد میده، ولی با توجه به درجه از 101 تا 126، حتی اینجا 160 هم میرسه، 200 مثلا تا اینجا 500 به بالا درجه میتونه گلدار رو بگیره. به پایینش یه جوری دیگه است. با توجه به زاویه که شما میگیرین این عدد عوض میشه، ولی خلاصه بخش مهم داستان اولی و آخریه. بخش بعدی اینه که زره های اضافی که رو تانکتونه رو حذف میکنه تا خود بیس تانکتون رو ببینین. الان مثلا این مخزن های سوخت اضافی الان به عنوان یه 4 میلیمتر استیل میشه حساب کرد روشون. اینو که ما بزنیم اینو در نظر نمیگیره، این 4 میلیمتر. بخش بعدی این که مودیفیکیشن کاریش نداریم و اینو که میزنین شما اینجا یه چیز خیلی جالبی دارید تو تانک مورد نظرتون رو که بیارین، میتونین با هر چیزی که دلتون بخواد بهش، مثلا از هر رنجی که بخواد بهش، مثلا از هر جا که بخواین دوباره شات بدین. مثلا الان این تو فاصله 1900 متری نتونست بزنه، ولی داخل 700 متری بازم نمیتونه بزنه. البته اگه از اینجا نزنه فکر کنم از اینجا نفوذ بخوره، که بله نفوذ خورد. و شما اینجا میتونید سیوش کنین. اینجا نوع گوله رو انتخاب میکنین، تانک، رنگ تانک، کشورش، و اینکه هواپیما باشه، تانک باشه، چی باشه. و البته بمب هم نمیتونین استفاده کنین. و میتونین از این هم استفاده کنین که ببینین از کجا تانکتون نفوذ میخوره. حالا مثلا به من گفت از اینجا تانکت نفوذ میخوره. البته که این اصلا دقیق نیست، شما به این اعتماد نکنین، خودتون امتحان کنین حتما، بعد به این اعتماد کنین. الان مثلا برای مثال ما پنتر اف رو که اینجا بیاریم میبینیم که بغل کله‌شو زده 120 میلیمتر 126 میلیمتر رد میده. بعد حالا وقتی بیایم با تی 34 بخوایم به این تیر بزنیم این اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی الان این از بغل لوله نفوذ نمیخوره، که باید بگم نه نفوذ میخوره. یه لحظه اشتباه شد، نفوذ میخوره. ببینید این کمی باگ داره این قضیه، خیلی روش حساب باز نکنین. و بخش آخری هم ایکس ریه که شما داخل تانکتون رو میتونید ببینید. این هم باز خیلی کار آمده. مثلا روی تانک تی 44 مثال میزنیم که این گولاش جلوش قرار میگیره. شما اگه 10 تا گوله بیارین، احتمال این که با گوله اول بمیرین تا زمانی که فول گوله بیارین کمتره، چون اون موقع گولهاتون میاد جلو و اینکه اگه به گولهاتون بخوره میمیرین. اگه همیشه یه نفر از خدمتون زنده بمونه بازم میمیرین. تو بخش ایکس ری به اطلاعات به شدت جالبی ما میرسیم. مثلا میتونیم مخزن سوختار رو ببینیم که مهم نیست، خدمه رو میتونیم ببینیم که اوکی خیلی به درد بخور نیست. البته تانک‌های مدرن یه نکته‌ای که هست، الان بذارید من رو استرو سوئد مثال بزنم که قشنگ متوجه بشین چی میگم. صرف 103. خب این تانک تورت نداره و الان شما میتونید ببینید که لودرش میتونه تانکو برونه، درایورش میتونه توپ با توپ کار کنه و کماندرش هم جفت این کارا رو میتونه بکنه. پس این تانک با یک خدمه هم زنده میمونه. این تنها تانکیه که تو بازی با یک خدمه زنده میمونه.
برگردیم به همون بخش ایکس ری داخل مثلا تی 44. شما میتونین موتور رو ببینید، ترانسمیشن که خیلی مهمه. مثلا الان ما 59 کیلومتر میتونیم بریم رو به جلو. 8 تا دنده داره. دنده عقبم که میبینین 8.8 کیلومتر با یه دونه دنده. سیستم خنک کننده‌تون رو میتونید ببینید. موتورتون که اینجا هم نوشته ولی اینجا خوب کاملتره، هم اسمش هم هست و هم نوعش. گله‌هاتون رو میتونید ببینید که توضیح دادم. سلاحاتون رو میتونید ببینید که این خیلی مهمه. برای مثال الان من وقتی که بگیرم روی اینجا، حالا فرقی نداره جفتش یکیه، کنن بریچ توپ 100 میلیمتری دی تی، یکی از توپ‌های معروف جنگ سرده. 36 تا عمو، ریلودش با کرویی که تقویت شده تقریبا، البته مال من تقویت شده لولش 107، 12 ثانیه و با فول تقویت 10.5 ثانیه. 10 تا گوله اول سریعتر شلیک میکنه. مثبت 180 درجه تورتش میچرخه. 3 درجه رو به پایین توپش حرکت میکنه و 18 درجه رو به بالا. در هر ثانیه 21 درجه میتونه بچرخه تورتش و 3.4 درجه میتونه به سمت بالا و پایین حرکت کنه که اطلاعات جالبیه که البته این اطلاعات رو میتونین اینجا هم ببینید در مورد تورتری. و اینم از بخش ایکس ری. اینجا هم خدمه است که گفتم بعدا توضیح میدم بیشتر. اینجا هم ایونت هایی که شما مارکش میکنید برای خود. دیگه بقیه چیزا بمونه برای ویدیوهای بعدی. تمجاش هم خیلی شد 21 دقیقه. امیدوارم که راضی بوده باشید. لایک و ساب فراموشتون نشه. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.